گروه سازمان نیافته کاری که عامل‌های اساسی سر زدن سوختار را در بازار برکت می‌آموزند میگویند با احتمال زیاد آن قصداً آتش زده شده است. سه منبع از گروه کاری سازمان نیافته ریاست خدمات آتش نشانی سوخت بدون ذکر نام در صحبت با آزیا پلوس گفتند بازار برکت را قصداً آتش زدند و زیان مالی پیشکی تخمیناً 760,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. معلومات در این باره به حکومت ولایت پیشنهاد شده است. گروه کاری تحقیق را از روی فرضیه قصداً آتش زدن، رسش کوتاه به احتیاطی کشیدن سیگار آغاز کرده بود. امروز باید خلاصه نهایی تصدیق گردد، اما حالا 99 از 9 سبب سوختار بازار برکت را قصداً آتش زدند خلاصه کردیم و احتمال همین سبب نهایی می شود. جزئیات بیشتر را رسما اعلان میکنیم، گفت یکی از اعضایان گروه کاری. این بازار بزرگ فروش مصالح ساختمانی در راه خوجان کانی بادام واقع در حدود ناحیه باباجان غفورov شام 21 اکتبر آتش گرفت. وزارت کارهای داخلی در خبرنامه گفت حادثه تلفات جانی نداشت، اما با مبلغ 100 میلیون سومانی مال و محصولات تاجران را از کام آتش نجات دادند. یک مقامات دیگری ریاست خدمات آتش نشانی در سوخت گفت اگر گروه کاری به خلاصه قصداً آتش زدن اکتفا کنند از روی ماده 255 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان قصداً نیست و نابود یا ویران کردن مال و ملک پرونده جنایی باز می شود. آن شب ساعت 18:00 برق در بازار خاموش شده، کامراهای نظارتی هم از کار مانده بود. سوختار تخمینا ساعتی 8:00 سر زد. اگر کامراهای نظارتی فعال می بودند خلاصگیری آسان می شد. حالا بعضی کامراهایی که با قوه بطری کار میکردند سنجیده ایستاده ایم، گفت منبع. گفته می شود که در سوختار 8 دکان از آتش سوزی تلفات کلان دیده است. پیشتر گفته می شد که آتش در 400 متر مربع پهن گردیده، اساساً تاجران فروش چوب و تخته زیان دیدند. فعلا گمانبر آتش سوزی معلوم نیست، اما منبع ها تایید کردند که مقامات تفتیشاتی چند نفر را بازپرسی کردند. با گذشت بیش از 10 روز از سوختار در بزرگترین بازار فروشی مصالح ساختمانی در شمال تاجیکستان، مقامات گفتند حالا برای جای مقرره کاری آغاز کرده است. بازار برکت سال 2018 نیز آتش گرفته بود.